ماهای اپریل با خبر شدیم که فرزند ما فرقت وطن طرفای سیری روانه شدنی است. خیلی ما بسیار زیق شدیم، سراغ کردیم، پای کردیم که چخیل کنیم، چخیل فرزند به دست بیاریم از سر نو. ما جایش رو معین کردیم، از روی رقم تلفنی فهمیدیم که در استانبول شهر مملکت ترکیه است. ما رو خیر خوش کردن به شهر استانبول رفتم فرآمدیم. کنسولستان ما رو قبول کرد. پیش از اون که شما تو ترکیه برین تماس داشتیم با پسرتون؟ بله ما تماس داشتیم، وایبر قطعی تلفن گپ می‌زدیم. چی میگفتن در اون صحبت‌های؟ میگفتن که پدر مادر ما رو دعاتید، ما جهاد میریم، در راه اللهیم. ما میگفتیم که بچه‌م این جهاد نیست، قرب مسلمان پس کرده، جهاد خیلی نمیشود، شما در فریب نیرنگ زدگید. میفهمودیم هر طرف از روی حدیث‌ها هم، روی قرآن هم، روی تجربه کاری هم قدر میفهمودیم. خیلی بچه یاش تولدش 1993 در فریب نیرنگ همون آدمانی که به طرف سیری فریب نیرنگ میکنن میبرن در فریب همون زدگی بوده بیچاره. همون ناحیه که همون در همونجا با همون پنهان بودن، درس میخوندن، عقیده میخوندن، همون ناحیه فتح نام داشته. همونجا تاجیکا بسیار، همونجا خوابگاه بوده تاجیکا، همونجا تاجیکا کوارتیران اجاره‌شین بودن. فرزندمون هم میچنی در همونجا اجاره‌شین بوده است. دو سه خانه ما تق کردیم، دروازه ها رو برآمدن بچه‌های تاجیک. در تماس برآمدیم که در همون شهر یک برادر پیدا شد که با فرزند ما در تماس بود، از گاه با وایبر گپ می‌زدن. این کی بود این نفر؟ این همون همسینفانشون همین وقتش در مکتب میانه دوشنبه می‌خوندن. این نفرها در اونجا دانشجو بودن، بچه‌هایی که با دانشگاه‌های عالی می‌خوندن، از طرف تاجیکستان هم روانه کرده بودن. اونا گفتن که نه سیره چخیل سیره میاد با ما در تماس. ما گروهی ترور با کنسولستوا در خبردار کردیم که فرزند ما هم خیلی میبروید خپیدن در کار، داشتن در کار. 1.5 ساعت پس از دهنی در مترو برآمدن، گروهی ترور که فرزند ما را در پیش چشمم در ماشین سوار کردن، بردن عدل ترور. در همونجا بعد ما فرزند دیدیم. خب هنگامی که بازداشتش کردند و با شما روبرو شد، واکنشش چی بود؟ اولین سخنش همین بود که تو خطا کردی پدر، تو همین کار رو نمی‌کردی، فرزندت فخر کن که مثال فرزندی تو در راه الله جهاد رفته ایستاده است، تو باشی فرزند از راه زده برده ایستاده، این کاری خوب نیست. گفته این بعد معلوم میشه کاری خوب است یا نیست. حاضرش فقط همین که تو همین حجت رو امضا کنی پیش مادرت، من ترا برم مادر جون تو که ببینن، بعد ما گپ میزنیم که توری است که ناتوری است. حاضرش من ترا داشتم، این بسیار از خرسندی من در کرته هم نمیگم تا حالا من خرسندم که همین فرزند من یافتم، خدای تعالی فرزند مرا داد، آوردمش به وطن در پیش مادر جون شهبازی. انا ان شاء الله با رضایت خدا اساس شده است، اساس دیگه یعنی اومد حالا در بازداشت قرار دارد. حالا در بازداشت قرار دارد. ما با فخوری داریم، هر روز یک روز پس میبینیم شه الکی مادر جونش بوسه میکند، دستای مادرش بوسه میکند، مادر جون گفته گپ میزند، از کردهش پشیمون است. حالا که میرین پسرتون در زندان خبر میگیرین در بازداشتگاه، وضعش چگونه است؟ چی صحبت ها میکنه؟ اون صحبت های قبلش تغییر یافتن یا نه؟ بله خیلی تغییر یافتگیان. در اون مسئله ها الکی گپ نمیزنه، سخنه که اگر سر کنی میگه دادا جون بیا گپ نزن در این مسئله، اینجا اوسی زندگانی دیگر دیدن در کار. هر گونه گپ های نادرست میزنه نسبت منم میگفت که تو مانند کافی رفتار میکنی، خیل کردن در کار نیست، فرزند از جهاد گردوندن در کار نیست. مادر گریه میکنه، خیلی 2 ماه 3 ماه گریه میکنن مرده من چند من میگم که باید تا مردهش تا گوره درد علمی تو رو ما میبریم اگر که تو وفات کنی در همین راه.